بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا محترم امروزنگی سید الایام حج المساکین انده در سنه 19 روز ماه رجب بعد این ماه شعبان، بعد شعبان انشاءالله رمضان. پیامبر خدا ماه رجب درودگری پروردگارا برای ماه رجب ماه شعبان را غنیمت کنی و ماه رمضان برسانی گفته دعا میکنم. نمک این ماه هندم روزهای مبارک شب معراج های انشاءالله هفته دیگه و نوبت بیاد و با همون موضوع صحبت میکنم. امروزنگی صحبت ما درباره اسلامنگی تعدید، یعنی ترازو باش، یعنی انسان خودش با کدام چیز برمیکشد. همین بابنده انشاءالله صحبت میکنم. کدام جان ده پیامبر خدا همین موضوع، همین چیز انمانه، همین کار کردگی انسان از مانه گفته حد موندن، ترازو موندمی، همه چیز دمت برای ما حقیقتا ترازوش نشتکاب است. همین چیز میرساندگی، همین امانت الهی میرساندگی جمعیت به و همین چیز را اجرا میکردگی خلق به رسمگری انشاءالله برای ما سعادت دنیا و سعادت آخرت برای ما قریب شود. اصلاش سعادت فقط در دنیا، فقط در آخرت نه. این به سوره قصص 77 آیت اندر مرحمت میکند که پروردگار و بتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنسى نصیبک من الدنیا. یعنی الله میگه که دست تو داده شدگی نعمت کتی تو حولی آخرت آباد کن و از دنیانگی نصیبت فراموش نکن. یعنی دنیایی که کسبی که کاری که مبلغی که ما میابیم اولا برای ذخیره آخرت شودگری و دیگمش دنیانگی نصیبه هم کتال حوای نبودگش، اصوای کم نبودگش، اینم مجبورتش، قرضش، حقش در کردن ما بودگش و اشاره است. دنیای از ما حقش های، اما قرضش های، اما میپرسدگی چیزش های که به معنی دنیانگی معنا دنیانگی انسان ها، فرزند، عائله، جمعیت و مابین مسلمان هایی مجبوریت. همین چیزها را ادا کردن پروردگار این آیات قصه‌یو نکن همه مجبوریت های دنیا، همه وظیفه های آخرت در بر میگیرد. یک طرف به اختیار کرده، یک طرف به قبضه، از دویم طرف به بهره ناامید نموندن در کار. خیلی بعضی ها میگید که یک کلمه سرکده گرم میرم، یک کلمه سرکده گرم سر میکنم، یک این قربتامو کم شود و یبام دوباره بیاد میگودو همین کار گفتگیش دماغ کار طول نه، سخال طول نه. دنیا ما باید از آخرت ما مشغول کند، آخرت ما از دنیا ما مشغول کند دگری دماغ مایا حقیقی با اخلاص، با نیت کامل، با ایمان کامل حیات نبی صلی الله علیه و سلم است. چونکه مایا نصیب ما، تقدیر عمر ما انق شدگی فقط همه چیزا با ایمان، با عمل صالح یافتن به ما معمول بدیم. این سهل هم حدثات تکرار کردیم. اصلا میگم ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو العمل الصالح. اصلا تنکی یک انسان از دویم انسان با یکون چیز فضیلتش نیست
بلندتر نمیشد. انسان همش در نزد پروردگار یک خلقیت، فقط در نزد پروردگارم و در دیگه منزل هایم و انسان های از این میکرد دو چیزایی، یکمش دین و دیمش عمل نقص. ما در نزد پروردگار دین ما، عزت ما، فضل ما بدولت گری، در نزد خلقیتش عمل صالحی کردگی ما. بعضی انسان ها میکردگی همون معامله ها ما، همون مناسبت ها ما در نزد بنده هاش فضیلت ها میکرد است. خدا مانده عمل صالح نباشد، دین نباشد و فقط زبان مانده فلانزاده باشد گری، اون فلانزاده ما با پدرم یا با بابا ما میبرود. اگر حقیقتا هوا انسان ها کردگی، هوا انسان ها جاری کردگی برای حیات خودشان همون فضیلت ها مونده نباشد. گاها همین خیلی عصبیه، یعنی انسان در ملت چی کردنش، نسل خودش دیگه ها بلند گرفتنش، حالی هم مسلمان ها رو عدد اساس تو فلان چیزاده تو گو تو میدان بساز. اون بیچاری فلان چیه که دگردنش خدمت دین بوده، عالم رفتگی، فرزندش به همون از اسلام به بحر منانده برفتگی، همون انسان شرفش که این انسان به سالها شده، همون فلان چیزاده ها گاه ها دین به دشمن کردن مسیح، به معنایی که نفهمیده ندانسته فساد دادن مسیح. برای همین از این خیلی حال و غلطیدن مؤمن باید ما به احتیاط شویم. دوم حدیث شنوید: حسب الرجل ان يكون فاحشا ابديا بخيلا جبانا. انسان گندگیش با حسب نره کفایه میکند، یترلیس میشن و انسان زبانش به حیا شدنش، قلبش بخیل شدنش و ترسانچک شدنش. ازش ترسانچکی ما یک نقصانی جسمانی است میکنیم دیگه. ازش همه چیز هم مسلمان انسان با نمیشه دیگه کار برست. اصلش بیایی مگری مویا گندگی ما و نابابو ما و کفایه بشده است، مویا زبان ما به حیا بدنش. هم تو موبایلی گپنده گپا کفشگش میگویم می، آمده گپ میگویم می، هم تو لغت های به حیا گفته میگذارم. زبان مانگی به حیا، سخن ها تصرفش دست مانده نباشد، یا که دانسته هم ندانسته هم برآوردن مانده عادت باشد گری، دیمت مویا گندگی مو دلیل ما بوده است. یک آدم مویا ناباب بوده گری، دیبک ما ناباب ما اثبات این گفتن محکمانه است. چون که ما ناباب ما گندگی ما با زبان مانگی به حیاگی بنماختن ما اثباتش یافته است. دویمش بخیلی. درباره بخیل یه تنبیه های سخته دیگه. بخیل انسان دربارش همه چیزا اما بخیل کسا گمانده خیلون بیارم گم میشه. کدام انسان قلبش ذره از کبر و بخیلی باشد وای به جنت حلال نمیشه. گفتم پیامبر خدا همین چیزا بیارم مگری هیچ وقت یک انسان تپش به آمدگی نیکی یا که یک انسان تپش به آمدگی بعدی ما خرسان نمیکند، نیکی ما خفر نمیکند. ما بخیل نمیشه. اگر بخیلی قلب ما جوش داده زبان ما نبرد و همون قلب ما اومده وطن استغفار کرده گردان مگری شاید که همه چیز از قلب ما هم گم شود، لیکن زبان ما برآمده موندن بس و حساب شد. برادر حق شما من بخیل کردم موندم، من بخشید، من طبق شما آمدگی همون نعمت های
دیگه جانده حسد کرده موندم گفته تو همون انسان عذر نپرسن حال ما ناز نمیشه از دو کس همیشه پرسم سانی ایمان ما قبول نکنه یا میگوید بخیل نکن حسد نکن شرمنده نمیشه گفته به همین کار کنه بلکه ما همون یک علت که مویا گندگی ما کفایه میکرده علت شاید که به همین کتی خلاص شد دویمش بینید دویم حدیثه نبی رسول میگن لیس منا یعنی ازمانه گفته گوشیانده همون ازمانه گفته چیز دمک مانده همیشه چیز نمیشه همیشه چیز بدگی امید امتیه امید جنته امید پروردگار رضاگش فراموش کند گوشیانده همته یکان جا در مسلمانده سبکتا کو در دگری و هم اما نیک دگری تمام گشتیم برود دستشانده صد ورق حجت باشدم همون سری همون جماعه رهبر همون جماعه این موقع کلاش نیک دگری همون صد ورق نوشته دوشدم بیخت این کاری همون رهبر همون کارها بیکار شوده چیزی باید پیامبر خدا صد ورق عملت باشدم از ما نمیشی گوسیان کی همه باید باشه لیس منا من غش مسلما ام ضره او ما کرهه از ما نه مسلمان ها نه من غش مسلمان انسان عادت کند عادت یاد دماغ مسلمان آدم فریب داده برفتگی انسان اساسش بالشته نظرندگری همین کارش و انسان همون پیامبر خدا گرد که عملت بیکار همون پاسپورت های جنت ولی نداره و گفتگی فرمایش مو و تیپ مو خونده نشده نشبه هیچکی کفل نه خب میگه نمیکنه میشد میگود نمیشد الده بترده الده دادن اصلش صفت مسلمان نبود فقط مسلمان های منافق قلبش نفاق بودگی مسلمان ها نه مسلمان و نه غیر مسلمان برای جمعیت مسلمان انده زندگی کردن همین راه های آشکار کردن همین راه های پهن کردن عدد سیت منافق ما alde şnevdan gittiği sonra hafta munda alde kadar moğa odaşta buldu. Aslaş alde dodagi fireb dodagi moya همین حالی نامقبول و غلطاندگی انسان داند که و آدمانده امیدی جنت کنش ساز او ضره یکی مسلمان با قصداً آزار دادگی انسان پیامبر خدا اینه تنبشنده نامه اعمالشنده 10 مسلمان با 5 مسلمان با 1 مسلمان با آزار های هوا انسان ها راضی شود سال این با شفاعت من میشد گفته بگه پروردگار هوا انسان های راضی کرده بیر سال با من موندگی عمل هاته سبتا میکنم بودگری و حالنده حال ما حکم ما یکتا گناهکار بنده دستش غلطه اومد خداش گناهنده حکمش نامعلوم نه جنت و نه دوزخ بدارش نامعلوم بدگی حالنده کدام انسان میبخشد کدام مظلوم ظالم میبخشد که و انسان جنت رو درادو این انسان خودش حالش وای باشد برای همین در نزد جمعیت مسلماننده از ظالمی اگه انسان با ظلم کتی ظلم نبخشیده کتی از مونده برفته خدا می احتیاط کنیم این اندکو ملش ایمان و نسبتا ترازش با
نسبتا جدا که توسین سرنجش نگید وزا پیامبر خدا آزمانی بسیار ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا آزمان نیست من لم يرحم صغيرنا مایده های ما و رحم نکردگی آزمان نیست شرفی آبروی کلانسال های حرمتش جشن موندگی انسان آزمانی بسیار حق کلانا حق مایده و رعایت نکردگی آزمانی بسیار دیا سالک آزما دمه مایده باشدگری یا دو سال مایده باشدگری دست مونده کارگر باشدگری و یا ما چخیل کار فرمسیم دیم کارگری که از ما سال کلانتر و چخیل کار فرمسیم عدالت ساسمی یا مایده ها و ظلم ساسمی من با ظلم که ساس من بسیار کار فرمساس من تحقیق که ساس من با معامله نکر ساس گفتگی از مایده ها همون انسان کلانسالتر و همین خیل صفات داده شود اینم لیس منا بوده است اینم از ما نبوده است پیامبر خدا از ما نگفتن بس کی از ما میگود برای همین این اندام مونده آنچه کمچلی که ما هست و یعرف شرف کبیرنا و ندانه حرمتی کلانسالمان را بیچاره وی کهنسال کیه پدرش کیه باباش و انسان با چند سالگیش انده هدایت اسلام نصیب کرد نماز نصیب کرد و انسان با عمل خدا موقتی و انسان های عملش تحقیق کردن نیست میگیم 4 سوره بزور آزاد کردگیش خیلی هم اصلاح کردن تونستگی بعضی همون بیچاره کهنسالای از خفاش گپ زدن اون نیست بگیم دمک اینم پیامبر خدا لیست من نگوستند از ما نمیشد کهنسال های حقش ندادگی حرمت نکرده گوستند حرمت کلانسال گفتم با سیف هم کش کلانسال یکتش پدر ما باشه دگری همون پدر ما چه معامله کسه همون معامله دوگه کهنسال هم حیات می بیاد جای دوستیم پدر ما یا خیسته قبول میکنن یا که گپشون نمیگردونن سکه فرمانگری خواه طوله و نطولی سکوت کردن میشنن طولش قبول میکنن نطولش فرمیتیم همون حرمت ما دیگه انسان حالشون رسویم اگر حقیقت سالهای ندانستگی انسان از ما نگفتگی تواضع باشه دگری ما همه ایلو تواضع نیم به آداب ما حرمت نکردن ما راه ندادن ما راهش بردن ما دیگه کهن سالها کسادگی به حرمت ما اگر آن روزنده حسابش اگر برای ما این دنیا سوکر نگری آن روزنده حساب باز میشه برای همین این چیز به اعتبار شد همین جنده یک حدیثی قدسی آده گذاریم خفا ماده گو بیرمو جو کمیتیان غیر مخاط نخطم یعنی درباری همون دیگه انسان های عملش تحقیق کردن ده اسلام میگن که قیامت حضرت دیگر همه انسان ها میبینن که دیگه انسان های عملشون به عمل خداهاشون تحقیق میکنن یعنی دیگه انسان های عبادتشون دیگه انسان های کارهای نازه هاشون به کارهای نازه خداهاشون تحقیق میکنن تو خود سکده مونده که تو خود سه میدونه که تو خودت کی گفتم
دیگه این انسان های عمل هاشانا با عمل خود تحقیر کردن، این پیامبر خدا نشانه قیامت نزدیک می آمدگی همون بدبخت این انسان های صفت گفتن، همین صفت مانده نیست. ولی همین دیگه این انسان حقش اومده وقتنده هیچ وقت از خودمو پس حساب نکنم. ممکن ما دیدگی همه انسان دیدگی همون گناه همایا توبهش ما شاهد نمی نزد مانده یک خطا کرده مونده یک وقتا ممکن به دوای همون خطاش به توبه کرده، ممکن همون انسان یگون عملش بدگیست که پروردگار از رای انسان روزه بدگیست، بلکه مانده یگون خطا مو بدگیست که همون خطا مو باید دوزخ مو بدگیست. همین خیلی که لگرده مگری هیچ وقت ما دیگه انسان های تحقیق نمیتونیم. تحقیق کردن با ایمان ما راه نمیدهد. این دیوم پیامبر خدا از ما نگفتگی جماعه صحیح میشه اشنید. ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه. وهو از منم از هونیام. وهو اما بیزار من هو بیزارم. ذو حسد گوی ذو نمیمه گپکشان غیبتچی چقمچی ولا کهانه و انسانی سحرگار خداشم سحرگار رفتگیم رسول تنگی و هو اما من از هو نگوسیم قطار سحرگار انده قطار حسدگوی انده نمیمه‌ام حیات. سحرگار با پیامبر خدا یومیان کرده غیبتچی کتی حسدگوی مواسه هم کهانه فالبین و سحرگاران دا چخیل از مال گفتگی تمغه باشدگاری همین تمغه یانش پیامبر خدا غیبتچی هم مواسه هم چخمچی هم مواسه هم حسدگوی هم مواسه هم. خطای غیبتچی و حسدچی این ترتیب انده به خطای سحرگار بخش کده بلغل مسوس. خود سحر برفته گناه کار شدگی باید ما غیبت ما یا نمیمه چخمچگی ما یا گفکشانو ما یا گنده بغیشه دونه مگری نخود که حمد خدا باید داشتن اتانه. صنمش اصلا میگن ليس عدوك الذي اذا قتلته كان لك نور. یعنی یک آدم تو دشمنی کرد همون دشمن انسان هم خیل دشمنی کرد که یا کشتن با آمدو نکه تو یا همون کشتنش برای نیادیو از همین خلاص شدی. هوای دشمن لیکن از وی دیده دشمنتر آن انسان و این دشمن کی وی فرزند خود را ناقابل کلام کرد و دست وی با مال ملکه داده موند و وی مال ملکه برباد داد. همین انسان با همین فرزند ناقابل دنیا برباد دهنده این دشمن کلام است. همونه دیگر انسان اینو میکشت شهیش میبرفت لیکن از دست وی خلاص شد از اینش خلاص نمیتونست این دشمنش اینا دوزخ میبرده است. اگر فرزند ناقابل کلام کنم و مول دنیای به حلال افتگم و حرام برد نیست هم کلام اخرى وقتاً چند تا اون بیچاره پدرهای افتادگی هزار میلیون پلا بایدگی قماربازان اسمی حیات شتاست گوش کرساست چند بلاها همون قمارهای اینترنتی و هزارهای بایدگی یکسان بایدگی قمارباز سوی همون ناقابل فرزند پدرش دوزخی شدنش به حرکت میکنسته. هر یک ناقابلش همون پدرش تربیت نکردگیش به
هر یک اسراف کردگیش اگر مبلغ از پدرش باشه دیگری مبلغ پدرش از کجا یافته کجا صرف کردگی حسابش به زیانش به کار میکرده است. مبلغ دو تا حسابش ایده از کجا یافتگی ما کجا صرف کردگی ما جواب میتیم. با مهنت حلال یافته آمده یک انسان عرضه نکرده، یک انسان حقش نخورده، یک انسان مبلغش مبلغ مؤلش نشده بیارمو فرزند نمای خرسان میکنم گفته یک سم باشدم 10 سم باشدم جای ناشرعی و صرف کردگی انسان داند که همون فرزندش این انسان به دوزخ برفتن به یک قدم رهشت شده موساس. از کجا یافته گفته که چیز به فلان چیز کردم، کسب کردم، سودا کردم، یلکم به جلب شده کده سوداگری کردم. کجا صرف کردی گفته کنده فرزندم خرسان شاید گفته دادم نمیدانم بیل مگری ندانستگید به فرزندت ناقابل جا صرف کردگید به گفته که حسابه دانستمون در کردیه. افسوس که فرزند همونگی اخرى وقتند فرزند همونگی تربیه و پدرها عاجز مسیح. یک هفتند یک بار فرزندش تلفنش شده میدگی پدرها اولم رفته شامی یکی تیسر اولم روامی تیسر اولم رواد نخستر که پروردگارا من بدون مرزنم کار خطا کرده است ایما من شاهد نیم و گفته مو هوا چیز علاتر است. بے تربیگی فرزند به اعتبار موندگی پدر مسئولیتش استامند حیات کو با ایمان با انصاف کلام کرده وقت مونده شاید کم خیلی نمیشه. دو دیگه سانگیش بدرس ليس المؤمن الذي يشبع وجاره إلى جنبه. مؤمن کامل حساب نمیشد. انسان هر دایم سیر گرده دو گشنه همسایش گشنه بشه دونسته دونه همسایه ما گشنه بدگش دونسته وقتنده هر دایم سیر گشته مویم این هم صفت مؤمن کامل حساب میشد. همسایه مویا سیخل همسایه مو های سیخل حقش های اکثر همسایه همو سی حقه حقیقتا مسلمان همسایه مو دوی حقش اکثرش خیش تبار مو هم خیش و هم مسلمان و هم همسایه باشد سی حق فقط همسایه باشد غیر دین باشد هم یک حقش های اکثر مونده همسایه مو سی تا یا دوتا گش دوتا نکش هم مسلمان هم همسایه. اگر همسایه مویا گشنگیش دانسته ما با دیگه چیزها مشغول شویم نگری باید ما از ثواب کلام بی بحر بودیم چون اصلاش همه کارا از خدا ما همسایه مسابقه کنیم دیگه ولی همین اولا پروردگار انصاف کرد. آخرین حدیث ما مثلا میگن که ليس الشديد بسرعته انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حقیقی شجاعت مردی ایمانداری ایمانش به قوتی فقط در جسم خودش نه و انسان با غضب اومدگی وقتنده غضب خودش داشتن گرفتن. شکل ما تصنع معامله ما تصنع یک دو انسان با ناقابل نامقبول حال شود در رب استش برمیزند همون صاحب غضب داند که و انسان موندگی کار کردگیش یک تا غضب خودش با صاحب نشیدنش شست است. ولی همین عزیزان محترم از این خیلی علتها پروردگار نگه دارد.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا من عذاب الاخره. پروردگارا سید الایام دعا میکنیم، دعاهامون اجابت گردانی. پروردگارا از تو میپرسیم آن چیزی که با ما لایق است روا است عطا کنی. پروردگار از تو میپرسیم آن چیزی که برای ما لایق نیست و ما روا نیست از این چیزها پروردگار دور کنی. یک شب برادر ما 2-3 ساعت باز خدمت مسجد کردن، مسجد نمازخانه ها جا کردن، طهارت خانه ها و خدمت کردن. پروردگارا همه‌شان کرده کارشان سایه بن سرشان کنی. و صلی الله خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.